جایزه به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی در بخش رادیو و خدایار ولی رادیوی ایران. مسئولین اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان گفتند امسال 6 نفر از روزنامه‌نگاران تاجیک برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی شدند. اینها خدایار ولیف از رادیوی امروز، محمد رجب حنفیه از تلویزیون تاجیکستان، نوئلشان نورالیف از هفته‌نامه آموزگار، حق نظر کریمزاده از مرام پایتخت، تقای مراد نورالیف از روزنامه شهریار و پوبلیسیست عبدالواحد اوف هستند. مراسم تشکیل کرده وزارت فرهنگ در تالار در کتابخانه ملی برگزار شد. تقریباً 80% از وقت جدا شده به سپاریدن جایزه ها بخشیده شد. تحلیل و بررسی وضع مطبوعات و آزادی بیان در کشور تقریباً در این نشست صدا نداد. افراد برآمد کننده هم که اکثراً نمایندگان مقامات بودند، اساساً از موفقیت‌های مطبوعات کشور می‌گفتند. هرچند تحلیلگران می‌گویند سال 2020 از مشکل‌ترین سال‌ها برای رسانه‌ها در تاجیکستان بود. бисёр нашриёти чопӣ дар он рӯзҳо маҷбур шуданд ба кори фосилавӣ гузаранд. бархе дигар шумораи кормандонашонро кам карданд. баъзеи дигараш маҷбур шуданд як муддат кори худро боз доранд. баъзе аз нашриёти ҳафтаина дар як моҳ 2 маротиба нашр шуданду халос. ҳама ин ба журналистикаи тоҷик таъсири манфӣ гузошт. дар баробари он мушкилоте ки журналистикаи ватанӣ бе ин ҳам дошт, коронавирус мушкилоти дигарро ба онҳо илова кард. سازمان‌های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید کردند، از جمله برای تغییرات به قانون که برای اخبار غلط درباره کرونا ویروس جریمه تعیین می‌کرد، اما مقامات تاجیکستان به این گفته‌ها راضی نیستند. یعنی زمینه حقوقی برای بردن فعالیت ژورنالیستی دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان وجود دارد، یعنی فراهم آورده شده است و بخش اعظم بیشتر از تقریبا 75% فضای اطلاعاتی تاجیکستان را رسانه‌های جمعیتی و مستقل پر میکنند. تا زمان کسب استقلالیت تاجیکستان، روزنامه‌نگاران کشور 5 می روز نشر روزنامه پراودا را چون عید کسبی خود تجلیل می‌کردند، اما در سال 1994 با پیشنهاد محقق شناخته تاجیک پیوند گلمرادزاده روز مطبوعات تاجیک 11 مارس مقرر شد. این سنه از چاپ نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف گرفته شده است. بخارای شریف بار اول 12 مارس سال 1912 چاپ شده بود. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی را درباره تجلیل از روز مطبوعات تاجیک در شهر دوشنبه با هم دیدیم. در ضمن خود او همراه با همکار دیگری ما شهلای عبدالله هفته پیش هنگام اجرای وظیفه کسبی خود مورد ضربالت قرار گرفت. آنها درباره بالاروی نرخ سوزشواری گزارش تهیه می‌کردند. مولا رجب، برخی از بینندگان می‌پرسند احوال شما و شهلا حالا چگونه است؟ تشکر عبدالله، ما خوبیم و دارو میگیرم و طبابت گرفته ایستادم. البته بسیار ناخوشایند بود که در جامعه ما نسبت کار ژورنالیستان چنین به احترامی و زورگویی و دستبرداری روی میدهد. باید گفت که این نقطه اوج چنین مناسبت ها است، چون پیشتر نیز ناپسندی نسبت ژورنالیستان و خودداری از پیشنهاد اطلاع کم روی نداده بود و من امید دارم که به این قضیه رسیدگی جدی شود، گناهکار جزای سزاوار بگیرد تا برای دیگران درس عبرت شود. آیا مقامات درباره تفتیش قضیه شما معلومات دادند؟ در حال حاضر چیزی نوی نگفتند. همان روز حادثه یعنی 4 مارس ما را به اداره شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا یکی دوشنبه دعوت کردند و درباره حادثه بیانات گرفتند و همه جزئیات حادثه را به ماموران پلیس گفتیم. خب یک روز بعدش هم نتیجه های تشخیص پزشکان را به اداره پلیس برده سپردیم. از آن روز به بعد تا به من زنگ نزدند و راستی دقیق نمیدونم که حالا تفتیشات در کدام سطح رفته ایستاده است. تنها همین قدر را شنیدم که نفری متهم در این حادثه بازداشت شده است و ماموران پلیس وعده دادند که حادثه را جدی تحقیق میکنند. خب این حادثه از سوی سازمان‌های حامی حقوق محکوم شد و البته این چیز در حسابات‌های آنها ذکر می شود و به آبروی بین المللی تاجیکستان به تاثیر نخواهد ماند
به نظرم چنین واقعه ها نتیجه همان معرکه های بدنام کننده هست که علیه رسانه های مستقل به خصوص رادیوی آزادی راه اندازی شده بود. یعنی حالا که ما کار خود را انجام میدهیم و به مردم خبر و معلومات میرسانیم، به هر ترتیب روز مطبوعات تاجیک را برای همه روزنامه‌نگاران تاجیک و مشتریان تبریک میگم و آرزو میکنم که در آینده فضای بهتر و بی خشونتی داشته باشیم.